توی این ویدیو میخوام بهت کیک بیبی رو آموزش بدم. سلام، فرخنده‌ام از پیج آدلین کیک. زرده و سفیده تخم مرغ رو از هم جدا میکنیم و نصف مقدار شکر گفته شده رو به همراه وانیل به زرده ها اضافه میکنیم و کنار میگذاریم. سفیده تخم مرغ رو با هم زن میزنیم. زمانی که کمی سفیده ها پف کردن، شکر رو آروم آروم بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا زمانی که سفیده ها کاملا فرم گرفته باشن. زرده تخم مرغ رو با هم زن میزنیم تا زمانی که کرم رنگ میشن و بعد شیر گرم و روغن رو بهش اضافه میکنیم، کمی هم میزنیم و بعد هم زن رو کنار میگذاریم. آرد، بیکینگ پودر و پودر کاکائو رو با هم مخلوط میکنیم و روی مواد زردمون الک میکنیم و خیلی آروم به صورت دورانی با لیستک هم میزنیم تا زمانی که کاملا مواد آردمون با مواد زرده با هم دیگه مخلوط بشن. بعد سفیده تخم مرغ ها رو کم کم به موادمون اضافه میکنیم و به صورت دورانی هم میزنیم. حواستون باشه مواد رو زیاد هم نزنید، پف سفیده ها میخوابه و در نهایت کیکمون پف نمیکنه. غلظت مواد به این صورت هست: کف یک قالب 20 رو چرب میکنیم و کاغذ روغنی میندازیم، مواد رو داخل قالب میریزیم و در فر از قبل گرم شده میذاریم و بعد از پخت اجازه میدیم کاملا خنک بشه و بعد به این صورت دیواره های کیک رو آزاد میکنیم. سینی کیک رو روی قالب قرار میدیم و قالب رو برمیگردونیم. خیلی راحت کیک از قالب بیرون میاد. کاغذ روغنی روی کیک رو جدا میکنیم و بعد با یک اره مخصوص و یا با هر چاقوی areh‌ای که توی خونه دارین میتونین کیک رو به 3 قسمت مساوی تقسیم بکنید. اضافات روی کیک رو کنار بگذارید. برای تزیینات نهایی کیک نیازشون داریم. خامه قنادی را از چند ساعت قبل از داخل فریزر در بیارین و داخل یخچال بگذارین تا از اون حالت یخزدگی خارج بشه. خامه را با همزن هم میزنیم تا زمانی که رد همزن روی خامه بمونه و خامه به دیواره ها پرت بشه. پودر کاکائو رو روی خامه فرم گرفته الک میکنیم، با همزن میزنیم تا کاملا با هم مخلوط بشن و بعد با لیستک خامه را هم میزنیم تا هوای اضافه داخل خامه خارج بشه. یک قیف یک بار مصرف رو به اندازه 2 سانت میچینیم و بعد اون رو به این صورت داخل دست قرار میدیم و داخلش رو پر از خامه میکنیم و بالای قیف را گره میزنیم تا مواد خامه ایمون از قیف خارج نشه. یک لایه از کیک رو با شیر کاکائوی مخصوص مرطوب میکنیم و بعد به این صورت خامه قنادی فرم گرفته رو روی کیکمون میزنیم. آموزش شیر کاکائوی مخصوص رو داخل کپشن براتون نوشتم. و بعد با یک پالت روی خامه را کاملا صاف میکنیم و بعد لایه بعدی کیک رو روی اون میذاریم و باز همون مراحل رو تکرار میکنیم. توجه داشته باشین که میتونین بین لایه های کیک از گردو، موز و یا شکلات چیپسی هم استفاده بکنید. و بعد خامه اضافه آمده را به این صورت به دیواره ها و سطح کیک بزنید و با کاردک و پالت سعی کنید که دیواره ها را صاف بکنید. ولی در این مدل کیک خیلی مهم نیست که حتما لبه های شارپی داشته باشید. سینی کیک رو با دستمال تمیز کنید و کیک رو داخل یخچال استراحت بدید. باقی مونده کیک ها رو داخل خردکن میریزیم و سعی میکنیم کیک ها رو کمی پودرتر بکنیم به همین صورت که داخل تصویر میبینیم. کیک رو از داخل یخچال بیرون میاریم و پودر کیک ها رو با قاشق روی سطح کیک میریزیم. برای دیواره ها مقداری از پودر را کف دستمون میریزیم و به این صورت از پایین به سمت بالا پودرها رو میچسبونیم. و در آخر مقدار خامه رو داخل قیف میریزیم و روی کیک ماسوره میزنیم به هر مدلی که دوست داشتین. این کیک بسیار بافت لطیف و لذیذی داره. میتونید این کیک رو واسه تولد هاتون درست بکنید و یا اینکه برای کافه ها ببرید و ازش کسب درآمد بکنید. اگر این آموزش رو دوست داشتی لطفاً لایک کن، سیو کن و برای دوستات بفرست.